این چینی ها رسما قانون فیزیک رو زیر سوال بردن. این چیزی که میبینی اولین قطار معلق در جهانه. معرفی میکنم اسکای ترین، یه قطار وارونه فوق پیشرفته که بین آسمون خراش‌های چین رفت آمد میکنه. این قطار عجیب اولین قطار دنیاست که به سیستم انرژی سوخت پاک یعنی باتری های لیتیوم یونی مجهزه. بخش جالب ماجرا اینجاست که بدون اشغال کردن فضای زمین زیر یک پل نصب شده و میتونه با سرعت قابل قبول 60 کیلومتر بر ساعت حرکت کنه. گفته میشه این هیولای پرنده حتی توی سربالایی و پیچ‌های تند کاملا بی صدا حرکت میکنه. طراحی آینده نگرانه این قطار باعث شده از هر زاویه شاهد منظره‌های چشم نوازی باشی. حالا آماده باش چون مطمئنم چیزی که قراره بشنوی حسابی شوکت میکنه. مدت هاست قیمت هر بلیتش فقط 1/5 وسایل نقلیه عمومی کشور چینه و سیستم تهیه بلیتش کاملا رباتیک و هوشمنده. حالا شما بگید آیا دوست دارید سفر با این قطار معلق رو تجربه کنید؟ اگه میخوای با دنیای اطرافت بیشتر آشنا بشی خوشحال میشم با راست فکت همراه بشی.